امسال یعنی مجید دمی سرحد رسنده دیگر یعنی چند کبم که زد بابای ملت یعنی نماینده برکت مویه صاحب برک ما مثلا مایه سرخاو مبره از کمیته نروژ خداوند انجینیر خیرالله را عمرش دراز کنه باردویش برسن آیین مایی نورده در کرایه خاک امزو صاحب سنگ امزو دیگه امزو این هر کدامش کارای بنیادی که کمک کن دیگه پس نماز خب یک پاتیا در مردهشون میخوانی خود گل شمردوانی محمد عزیز از طرف برادرای هرات که آجلزاده جمع گرد از اون چی مبلغ 7550 افغانی بود که در دست محمد حسین را داد. محمد حسین را دادن در دست نماینده از ما حاجی مدد تسلیم گردن که ما از برادرای هرات تقدیر و تشکر منی کسایی که در کمک سهم گرفتن ولو که از 100 روپیه بودن تا 1000 بودن هر کس کمک و همکاری کردن ما تقدیر و تشکری منی از برادرای هرات خداوند اجر پاداش بده. به درد هم اگر خوردیم قشنگ است به شانه بار هم بردیم قشنگ است در این دنیا که پایانش به مرگ است برای هم اگر مردیم قشنگ است. سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز بینندگان گرامی کسایی که این ویدیو رو میگیرن. دوستان عزیز باز همین روز ما در مسجد جامع پشته شمدیم تاریخ 3/12/1403 که بعض از خیرینی که چندین هفته پیش یا چندین روز پیش اینیا لطف نمودن باز پولو رو نکردن که ما تسلیم حاجی صاحب مدد بدیم تسلیم نماینده از مردم. اما لیست از او کسایی که بلده ما پول والک در لیست های از او خدمت بینندگان عزیز خدمت مستفیدای عزیز خدمت تمام کسایی که ویدیو رو میگیرن خدمت از او تقدیم منیم. شماره یکشی از طرف نوروز پاشو مبلغ 3000 افغانی از طرف محمد رضا کلجنگل که فعلا باشنده فرانسه و همکارش مبلغ 20000 افغانی از طرف نادرشاه غربشک بر فعلا در ایران مبلغ 15000 کلدار از طرف داوود غربشک باشنده نروژ 18260 افغانی و از طرف خواهرزاده عزیز ما قبلا در شبدن بر فعلا در استرالیا مبلغ 20000 افغانی و از طرف برادر بزرگشی محمد علی نام داره بر فعلا در قندار میشه مبلغ 10000 افغانی قوت بلبلیک بر فعلا باشنده کابل مبلغ 5000 افغانی و پسر طاهر درسکل تینهش مبلغ 1000 افغانی و خیلی دیگه از ما که بر فعلا در استرالیا زندگی نه که نخواست نامش ذکر شده مبلغ 3000 افغانی اولک دن که مجموعه ازیم شد 17260 افغانی و 15000 کلدار. ما به نمایندگی از مردم پشته چه دست تک تک شما مسافرین عزیز را خیرین عزیز کسایی که بنده مردم کمک و همکاری کردن میبوسیم ما با وجود تک تک شما افتخار منیم. خداوند شما رو خیر بده در جوانیشم برکت و مال داراییشم برکت که شما دست از این مردم گرفتین و این مسجد تا این مرحله رسیدن این خودگون شما منگرنین که امروز کلی مردم دنزی سالون جمع که تانوز نه فرش شدن نه رنگ روغن شده و نه موسیقی شندین دیگه کارایش منده رنگ روغن شمنده. بازم تشکر از خیرین عزیز و خاطر که یک اتاق خونج در مسجد کنه بودن که امروز ملا و شاگردای خود جمع کردن اینج درس میدن به او خاطر امروز بارانی کلی مردمش سرپای استایدن چون زمستان کلی شما در داخل از منطقه دین یا بیرون رفتن کل از مو شما معلومه که زمستان اینج بیکاری مردم بعد از اون جمع میشه که بیش یک اولدی لالاوانم کنه دیدو بازی هم از اگه کنه به خاطر که جای نبودن امروز کلی اینجی سرپای استای اگر داخل میگه فرش میداشتی که مردم روی فرش میششت اینجی. بازم از کسایی که در این قسمت ما رو کمک و همکاری کردن و تقدیر و تشکر میدیم. اگر مسافرای عزیز نماینده عزیز کدام گرد داشته باشن چخلای تو را ما میگیم از شما خیرین بیخی تشکر خدا و ابوالفضل بخت تام شما کمک دید شما کمک کنید یا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این بخشی بس بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. برادرای یک جهان تشکر مرده هایشون را خدا حریق رحمت جنت نصیبش کنه زنده هایشون را خدا عمرشون را بخی دراز کنه پیسهشون رو ترقدر کنه که جیش تکلیف شین و مایش که جمع نمیتنین در خانه خدا بلده مردم غریب کمک کن که ما شما رو دوانی خدا و 14 نور مقدس شما رو بیخی زیاد بدید. یعنی منش که در دسترس این نماینده برسه
در دیستر اسمبلی بزرگا کنوال به نمایندگی گپ زده یعنی آجی مدد یعنی اینجا سایب امسال یعنی مجید دمی سرحد رسنده دیگر یعنی چند گپم که زد بابای ملت یعنی نماینده برکت مویا سایب برک ما سال مایا سرخاو مبره از کمیته نروژ خداوند انجینیر خیرالله را عمرش دراز کنه باردوش برسنه آیین مایی نورده در کرایه خاک هم زو سایب سنگ زو دیگه هم زو این هر کدامش کارای بنیادی که کمک کن دیگه پس نماز خواهم یک پاتیاد مردهشون میخوانی خود بون شما مردوانی بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد خدایا خیر با اجازه مجلس ما چند نکته خدمت مسافرین عزیز و قومای گل از ما که در خارج زندگی نه مگه که یک شعر است اما یک چیشی بلدش میخوانم مگه چو استاده دست افتاده گیر حالا نه در بخش مسجد و در کلا عامل منفعه اگر غریبایی که در این منطقه نیازمندایی که در این منطقه اگر دستگیری کنید برادر خیلی یک کاری خوبه باشد که تا توسط شما مردم غریبای از ما یک بعضی کسایی هست نام بردن چه خوب نیه باز دو که اگر مد نظر گرفته شنه او دو زمان پیدا میشه دیگه یک نفر بوده گفت که ما خیلی پولم داشت خیلی سرمایه‌ام داشت گفت چرا حج نماری گفت لا ما حجت من اینجایم گفت کجایی گفتم تو پالی خانه ما دوستی غریب برادر جان 6 سال پرک خرج بدیم دیگه خود چه حجه در زندگی خم در حج نرفت در حجم نمون واجبم که هست گفت نمورم این حج در پالوی خانه ما مگه ای قومی به حج رفته کجایی برادر مظلوم غریبم اینجا بیایید این میخواد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تشکر عزیز از طرف برادرای هرات که حاجی الزاده جمع گیرد از اون چی مبلغ 7550 افغانی بود که در دست محمد حسین را داد محمد حسین را دادن در دست نماینده از ما حاجی مدد تسلیم گیرن که ما از برادرای هرات تقدیر و تشکر منی کسایی که در این کمک سهم گرفتن ولو که از 100 روپیه بودن تا 1000 بودن هر کس کمک و همکاری کردن ما تقدیر و تشکری منی از برادرای هرات خداوند اجر پاداش بده برای کسایی که در این قسمت ما کمک همکاری کردن خیلی برادرها یعنی صد که شروع تا 50,000 1000 که هرچند کمک خیلی دیگه تشکر